با نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال هراتبورگ برنامه شام غریبان. دوستای نازنین، ما به داخل یک کارگاه کشتی فروشی اینجا آمدیم. برادر گل ما زلمی جان نوری از کشور آمریکا به مبلغ 25500 افغانی به یک مسجدی کمک کردم. خداوند اینار خیر بده، خداوند با آخرت و آخرت به اینا مزد بده، داغ اولادا خور نبینم، خیر ببینم ایت انسان ها. شما بینندای عزیزم خیر ببینیم. تشکر از شما که بزیت راه زحمت میکشیم و کمک میکنیم. بینندای نازنین، ما این مسجد هم وضوخونه نداره، هم مسجد بساختم تمام مسجد خرابه، داخل نه فرش داره، بالاخره دیوالا میته خراب که میگم دمی که بارش میشه اذیت میشیم. بالاخره یک کاری هست که مسجد نیم کاله دیگه. بازم دوباره از برادر خود تشکری میکنیم که با مبلغ $300 پول امریکایی روان کردن که ما اینا رو خورد کردیم. 25500 افغانی شد که اینا رو میبریم انشالله گچ و سمیت و سرکشی بگرفتیم، انا میبریم یواش یواش رو به سمت مسجد. شما خوشمندین که تا اخیر برنامه همراه ما باشید. بینندای عزیز آمدیم به مو غریه آمدیم و بالاخره ما موتر میبینیم، شما مشاهده میکنین که گج استوندیم و او سچرخ هم که هست کشی داره و سیمون داره که اینا را از طرف زلمی جان نوری که پیشتر گفتم به مبلغ 25500 افغانی شد که $300 کمک کردم به این مسجد. ایتا کار اینا بکردم که با حضرت و آخرت به خود یک ثواب کسب کردم. هر برادر که اینجا بیای نماز بخونه، وضو بگیره، واقعا به حق اینا دعا میکنم. بینندگان نازنین، اینا رو ما به زی برادرها تسلیم میکنیم به خیر خوشی که کار تکمیل بشد. دیگه برادرام اگر شما به رضای خدا مسجد که میفهمین خونه خدای، اگر کمک چیزی بکنیم به جلو امی دوربین ما میاریم پس یا چیزی میخریم یا میاریم به می مسلمان ها تسلیم میدیم که این مسجد از اینا واقعا تکمیل شه. در دروازه نداره، فرش نداره، وضوخونه نداره، چرد و بری و خرابه. بالاخره داخل مسجد جای نماز خوندن حقیقت رستی نیه، از زور خرابه و بالاخره کلاش سده و بالاخره خود شما میفهمین که گرد خاک زیاد میای، بارش میگیره. خوب خیر، بیشتر وقت شما نمیگیریم. یک افغانی بینندای عزیز اگر شما کمک کنیم به این مسجد انشاءالله ما میاریم که همین بلکم تکمیل بشه به کمک شما دوستایی که به کشورهای خارج زندگی میکنیم. حالا جان اینا به خدمت شما تسلیمه. تشکر، خیر ببینیم. شما هم خیر و سلام علیکم. اگه خواهش چیزی ما کوبو گفتم بازم سلامت باشیم، خیر ببینیم. همون کسی که کمک هم بکرده کی بود؟ زلمی جان نوری. از زلمی جان نوری هم تشکر، خیر ببینه. خونه عباد که همین کمک کرده، واقعا که مستحق بود. همین مسجد ما چرا مردم هم نمیتونست که مثلا به این مسجد اینا دستگیری بکنه که مثلا دست بگیره خیلی مسجد خود قدرتی نداشت. خیر ببینه خونه عباد تا خونه آخرت از اینا تا روز آخرت به ثواب اینا میرسه اگه زنده بودیم. اما این مسلمان خیر ببینه. تشکر.
هر کسی اگه کمک کنه به این مسجد به خونه خدا کمک میکنه، به من کمک نمیکنه، به تو کمک نمیکنه، به خونه خدا کمک میکنه. انا خیر ببینیم. تشکر. زنده باشیم. زلمی جان حتی کرای تل موترمانم جداگانه دادم بینندای عزیز. یک پنجی شما انشاءالله ایوری بر نمیشه. همین تا میارم از این مسلمانو تسلیم میدیم. من دیگه اینا به خدمت شما نه. زنده باشیم. سلام میکنم. برادر گل ما زلمی جان نوری از کشور آمریکا تشکری میکنیم از شما. همین قدر همی جمعیت که اینجا استاده هم به حق شما دعا کردم که نایساب تا به وقتی که پایی از این مسجد اینجا به پا باشه، هر شخصی که اینجا بیای نماز بخونه به شما ثواب میرسه. با حضرت و آخرت به خود مزد جمع کردیم. بیشتر وقت شما نمیگیریم بینندای عزیز. بازم تشکری میکنیم از شما، از زلمی جان نوری که زحمت کشیدم. تا به فردا شب شما رو به الله پاک نازنین میسپریم. خدا حافظ و نگهدار شما.